مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. بیاید زودتر باشه. زودتر اندو زود باشه و اینجا درانه زودتر. اکا چکار میکنیم؟ دخترم را بودم. دکتر احوال دیلاش طور است. با فکرم سبک است. تیر رسیده گذاشته است. اما اینجا شینید اکا مبادا با او یکان حادثه روی دیگر دختر باشه. راه دارید. الو شد فهمیدم. چی گپ است اینو؟ سربازان با کو بر اومدن. خوش اکنون شرف مدیا تقدیم میکند. من از این سبا میرویم. معلمه را همانجا به قتل میرسانیم. میرویم. راه دارده. نیستید. شما چی کار میکنید؟ شوهرم در اون طرف است. به نزد او رفتن میخواهم. شما از جانتان زیر شده اید. این پنجره به قوه برق پیوست است. به قوه برق پیوست است؟ به من گفتند که در اون طرف پنجره جای مرتا است. شوهری من همونجاست. پنجره با قوه برق پیوست است. کسی این رو به شما گفته باشد قصد جانتان رو کرده است. چی؟ زینب دخترم. دور کودکان در کجایم؟ خواباندم. دخترم در کجایی دخترم؟ کمی دلتر آرام میشم. مانه آروم شد آقای جان و جیگرم دخترم. دخترم. شرف مدیا تقدیم میکند. بیاره زودتر من اینجا بیاره. زودتر باشه. زودتر به این طرف. او را در صندوق جای کنه. اکنون پول کنید. رفتیم. چشم رو از اون نکن فهمو؟ از پسی کار شو. رفتیم. حاجت به نگاه داشتنی معلمه نیست. گردنش بند گذرانده و دار می آویزون جنابی سبا. تا وقتی که معلمه در دست ماست دههای آبی کلان نصیر تشکیلات است. همین طور نه؟ بله. این طور که باشد مان کمی دیگر زندگی کند. اپا عمر قریب بود شما را میکشتم. گریه نکن عمر جون. من خوبم. به من کمک کن. آقای طاهر نیستند؟ در درونم. شرف مدیا تقدیم با میکند. قیرافان خیلی رزق شدم طاهر. اکنون برای نجات او چی کار میکنی؟ به سربازان خبر دادم. خیر خدا نگهباند. چرا از جایت خستی؟ شین مرحبا. تیر به قبولغات رسیده است. در مدت کوتاه صحت میشوی. من خوبم. زینب کجاست آقای طاهر؟ یگم کار کردن نتوانستم. او را بردند. آقای طاهر زود بیاید.
آقای حمید باز از جایشون خستن. فهمو حمید اکا از برای خدا مرا سر دیگه دخترم در دستی آنهاست بفهمید. دیوانه شده حمید، خودت تنها چیکار کرده میتوانی؟ اکا بگوید چیکار کنم من؟ ایستید شما کجا میروید؟ برای نجات زینب. التماس با من گوش کنید، این کارتون خیلی خطرناک است، به این هم بمورید. دختر من هم در دست آنهاست. وقتی سلاح گرفته روم گفتم اجازه نداده حمید. اما من مثل شما با سب و شرطان بنده بستم. ایستید، شاید لوجی قربان از جناب سبا رفتن است. مناسبتم با او خوب نیست، لیکن من پسرش رو از مرگ نجات داده بودم، شاید به مو یاری رساند. معلم رو با قرارگاه برده زیر نظارت گیر. انا با خبر را از من انتظار شو. از پیش خودت یگان کار نکن. سرداران ما چیزی که گویند همان را میکنیم. راست میگوید، هر چیزی آنها گویند همان را میکنیم. جناب مجله خواستتان را آوردن جناب. وای با این نگر دوستم چی خیلی آمده ای ها؟ عجایب، خیلی عجایب، همینطور نه؟ در حقیقت عجایب آمده ای، مثل هنر پیشه های سینما. جناب عذر میخواهم. چه گفت؟ دکتر دهیابی کلان آمده است جناب. او در اینجا چیکار میکند؟ سنان با من بیا. اطاعت جناب. خوش آمده آقایان، خوش آمده. خوش باشه جنابی سبا. احوالتون اونقدر خوب نماید. بله ناحقی کردم، توی را به ما تبدیل دادم. با خدا خیلی زیق شدم، لیکن خودتون میدونید که از دستم یگان کار نمیآید. جنابی سبا به کمکتون احتیاج داریم. خوش کنی گفتم، شاید کمک کرده توانم. سلاح داران زینب رو به کجا بردن جنابی سبا؟ با قیرافنده خیلی زیق شدن تایر. اکنون برای نجات او چی کار میکنی؟ جنابی سبا اگر شما ندانید پس کی میداند؟ به کجا میروی؟ کنی؟ اگر جایش را دانید جسارت کرده آوازت را برار. تو پدرت و آن دختوری ابله را نیز میکشم، مرا فهمیدی؟ خود رو طرفدار تشکیلات نشان دادنم برای خودم و دهام را محافظت کردن است، وگرنه من از آنها بیزارم. اگر به کجا بردن زینب رو دانید به ما گویید جنابی سبا. میبینم خود را مصالحه کرده اید، باز به سرتون یگان بلا نآورید. جنابی سبا آمدم که برای دخترم جانان را فدا کنم. اگر یگان معلومات داشته باشید گویید، به آن طرفش کاردار نشوید. با فکرم در غاری منطقه‌ای خرده بوده پنهان شدم، لیکن نمیدونم که حالا هم آنجاند یا نه. بیا تایر، رفتیم. سلامت باشید. خیر میلش، رای سفید. جنابی سبا آنها را به دیگر طرف فرستاد، بگذار ما را کافته گرداند. ما باشیم با راه خودمان میرویم. برو گیر مجده را. زود باشه، زودتر بیاره دو را. شما رفتن گیرید، من رسیده می آیم. بدریه پاپا چی حال داری؟ مادرم خوبن، پدرم چی؟ خوبند اپا، خوبند، لیکن پدرم چی شده است؟ پدرم من رو با یک مردی ثروتمند خانه‌دار کردن میخواهد. من با اون مرد خانه‌دار شدن نمیخواهم، با من کمک کنید اپا.
زود بیا دیر میکنه. من باید روم لیکن برمیگردم. با پدرم نگوی که من رو دیدی. التجا میکنم در رو کشایه. التجا میکنم. به خدیجه خوراک دادی؟ شما خوردن گیرید. من حاضر رفته میدیم. من به تو نگفته بودم که دختر بیچاره از روزی آمدنش هیچ چیز نخورده است. اما رفته برای او خوراک تیار کن. ما از گرسنگی نمرده ایم. شد خلیل شد. در حال عصبی نشو. خوراکش تیار است لیکن نمیخورد. مگر تو امروز یگان چیز خورده بود؟ ها؟ خدایا تو با من صبر ده. به خدا شما رو دیوانه میکنی. گیر دخترم یگان چیز خور. آخری این خیل نمیشود. نه خاله نمیخورم. کلی این کار نکن. گروس نماندی. چند روز باز هیچ چیز نخورده ای. خور دخترم. از این شوربا کمی خور. نه نگو دخترم. نه نگو خور. خاله جون این کارو نکنید. مرا با فرهاد خاندار نکنید. برادرم حساب میشود و مجاور نکنید. او نیست کسی دیگر رو دوست میدارد. عاقبت کارتون خوب نیست خاله جون. اجازه دید من به خونم ای دخترم من چیکار کرده میتوانم. کاش از دستم یگان کار میآمد. اگر به خلیل گویم روزم رو سیاه میکند. تو چاره دیگر نداری دخترم. شرف تو مدیت ناموس این تقدیم خاندان میکند. شدی. من بعد کسی تو را رها نمیکند. این چی خیلی ناموس بود از خاله جون. هم با من جبر میکنید هم با فرهاد. آخرین گناه هست میفهمید. خداوند از این کارتون راضی نمیشود. چی شکایت دارید خاله؟ به این طرف گذارید. گذارید خاله. همشیره کمی دوکه توزه بیارید. خوب شده است آقای دکتر. دستتون رو دراز کنید. و انگشتتون چی شد مادر جون؟ سخت زخم دار شده است. نپرس پسرم. زخمتون درد میکند مادر جون؟ درد نمی کند پسرم. زیرا تو به همه شفا میدهی براتم. نام من برات نیست خاله. وای من پسرم را به خاطر آوردم. براتی من هم دختر است. او بسیار دختری خوب است. آهسته. خوش آمدی سینو. خوش باشید. خوش آمدی. به من چای بیارید. برام چه خبر؟ یکم کمبودی نیستیم. خوب کچا صفی نوبداران را زیاد کن. 100 قدم دورتر از قرارگاه پاسبان مان که میداند چی میشود. کچا با تو میگویم شد در کجاست؟ چی گفتی سینون؟ صفی نوبداران را زیادتر کن گفتم. پاسبان ها را زیادتر گذار. بهرام شنیدی؟ در گرد و اطراف نوبدار گذار. فهمو رو تو حد کجا با من بیای بچه. مجده
معلمه را به درون غار بر. مایلش سینو بیاره دورا زودتر معلمه افسوس که تویتان تا آخر دوام نکرد. مرا حتما میابند. دختری نامزده تل و تپه نگفته تو را میجوید. البته مییابد، لیکن مردد را مییابد. تو ده اویله و دخترت را فراموش کن معلم. حتی سربازان تو را از دست ما گرفته نمیتوانند. ما را فریب دادن زینب همینجاست. بله شبا ما را فریب داد. و دیگر طرف فرستادنشون رو فهمیدم. شما خودتان رو با قدرت می حسابید، لیکن در اصل لاشخورانه هستید که زورتان تنها به ضعیفان و بیچارگان میرسد. ایستید آقای حامد. آخر دخترم را میکشند. نه اگر کشتن میخواستن به اینجا نمی آوردند. سینان خودت را به دست گیر. سینان مجده برو بر برداره بر از اینجا بتر. برو بر برو سر بر این عذاب میکشی. برفین این کارو نکن، چون که تو مثل آنها نیستی. گپ را زیاد نکن، راه کن، زودتر راه کن. آقای حامد زیغ نشوید. زینب را از دستشون بگیریم. بخیریم بگیریم و کای دخترم در آنجا نفسگیری میشه و طاقت کردن نمیتواند. با شما اشتهایتان. پدر، من با ینگم خانه‌دار شدن نمیخواهم. چی گفتی؟ یک بار دیگر گوی؟ من ینگم رو بزنی نمیگیرم. او همونتی برادرم است. با او خانه‌دار نمیشوم. تو چرا میگویی؟ این ناموس از تو کی پرسیده است؟ گفتم خانه‌دار میشوی تمام. تو مگر عرف و عادت ما را نمیدانی؟ من چطور بر روی مردم نگاه میکنم؟ تو مرا نزد دوست و دشمن شرمنده کردن میخواهی؟ گپ را دراز نکن. من گپم را گفتم. پدر، این عرف و عادت از بین رفته است. شما نمیتوانید مجبوران مرا به یگان کس خانه‌دار کنید. پدر به مدرکی فرهاد تو با پدرت چکر گپ میزنی؟ آقا خودتون را عذاب ندهید. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو خبر شوید. او یگان چیز خورد؟ نه خلیل، گیره کرده نشسته است. مرا خانه‌دار نکنید، رها کنید. به خانه ما رو میگوید دیگر یگان چیز نمیخواهد. و او میگفتی که او را به کجا فرستی؟ زنی بیکس و تنهایی، پدر نداری، مادرت نیست. تو را برده به کی میسپاری؟ میخواد که او را بی‌سرابان کنم. چیکار کنم برادر؟ دردمان دوچند است. من اصلا از فرهاد میترسم. به سرش بلا نآورد. باید هر چه زودتر او را با خدیجه خانه‌دار کردن لازم است. بدریا، بدریا، دخترم بدریا در کجایی؟ آمدم مادر جان. بدریا، بدریا، به تو میگویم دخترم کجا شدی؟ همین جایم مادر جان. تیرزه رو شکسته باشد. فرهاد؟ رامنده پدر؟ آی بیا ناموس، من به تو نشان میدم. تو باشی از خانه نبرا، بعد با تو صحبت میکنم. آقای خلیل به بیرون برایید.
آقای خلیل چی گپ هست؟ چرا داد میزنید؟ به من گوش کنید. گپ را دراز نمی کنم. تنها آگاه می کنم که اگر فرهاد پسرتان رو بار دیگر در نزد دخترم بینم به خدا رحم نکردم بپرانم. خطا میکنید آقای موسی. فرهاد این کار را نمیکند. او به قریبی خانه‌دار میشود. سری من اصلا این کار را نمیکنم. نمیکرده است. این را بینید. آقای درسون، خودت انسانی با فهمی. و فرهاد گویی که بدریان نامزد دارد و قریبی توی می شود. اگر در نزد خانم او را بینم زنده نمیماند. دانستمانه. درسون، رفته آن احمق را یاب. به سرمان بلا میارد. او را میپراند. فهمو شما با در آن برایید. من رفته او را یافته میارم. ینگه زلیخا سلاحم را بیارید. شما خواتیر نشوید ینگه. نترسید. ما رو خونه دور کرده نمیتوانند. من قرارم رو برآوردم. بدریه رو میگریزونم. تو چه میگویی فرهاد؟ شما رو به قتل میرسونن. هر دویتون رو هم زنده نمیگذارن. چیکار کنم ینگه؟ مگر از دستمون یگان کار دیگر میوید؟ خودتون گویید چیکار کنم؟ چاره دیگر ندارم. با بدریه مسئولیت کرده میگریزیم. با کجا میروید؟ با شهر میگریزیم. در آنجا یک رفیق دارم. با نزدیو میرویم. کار کرده از این دیه گریختن لازم. این رو گیر. ینگه فرهاد گیر گفتم. لازم میشود. این رو در شهر فروخته استفاده میکنید. رد نکن گیر. تشکر ینگه. خدا نگهبانتون. روحی سفید. زودتر باشد. راه گردد. برای عملیات آماده ام سینان. فهما کنی آماده شوید. کچه در کجاست؟ این ابله مرا دیوانه میکند. او را کابید. کچه سینان تو را انتظار است. آمدم. در کجا میگردی؟ همینجا هم سینان. مجده تو در همینجا باش. معلمه را به تو میسپارم. مایلش سینان. آماده شوید میرویم. بیا تو هم بیا. رفتیم. در بینشون زینب نیست. معلوم شد که زینب رو همینجا نگاه می‌دارد. زود از پی کار میشویم. زودتر رفتیم. برای مبارزه بردن بهر تشکیلاتمون همیشه آماده باش. هممون از گریبان. این زن نمرده است کو؟ وای 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 خوش آمدی. خدا شفا دیاد اپا. مرا فریب داده. به سوی مرگ فرستاده. گمان کردی که از پنجره پریده شوهرت رو پیدا میکنی؟ احمق. تو هم مثل شوهرت ساده بوده ای. او رو نیز به آسانی فریب داده بودیم. سلیمان رو هم فریب دادید؟ تو چه حق داری که ما رو پرسش میکنی ها؟ دفع شو از نظرم. سلیمان در محبس است. چی؟ خوادیر شدی مگر؟ او پدری فرزندانم است. خواهش میکنم گویی سلیمان در محبس است. کاش همینجا می بود و با دستانم او را بوغی میکردم. یعنی او اینجا نیست؟
شاید او مرده باشد. او را از اینجا بره. کنی رو از اینجا سرمون رو گرنگ نکن. خواهش میکنم گوید جوهرم در کجاست؟ رو بینید حالو هم گرزده ایستاده است. کاری دست رو از اینجا رو. سلیمان در کجاست گپ زنی؟ جوهرم در کجاست؟ مادری فرزندانم در کجاست؟ چی میخواهید؟ پاسبانی نوبتی ما. مایلش برای کار. تو درو. تو کیستی؟ نتر زینب، این منم. طاهر تو چی دار به اینجا آمد؟ تو رو نجات میدهم. خاموش است. تو رو سخت بستند. دخترم. دختر جانم. زینبم، زودتر باشید. تو نوبدار نبودی؟ بله من نوبدار بودم. زود باشید. زینب زودتر. با من بیا. ایسته. سلاحت را پرتو گفتم. سلاحت را پرتو گفتم. پرتو. خوب. اکنون خست. این صدا از کجا بود سیمون؟ در قرارگاه یگان واقع شده است که چه؟ بیاید زودتر رویم. زود باشد. میرویم. زودتر باشد. زودتر. مرا مسخره کرده ایستادند. سلیمان را زنده و مرده برآورده و زخمم نمک میپاشد. اکنون من چیکار میکنم؟ او را چطور مییابم؟ خدایا به من مدد رسان. این کار را باید هرچه زودتر انجام دهیم. زلالکایا این من هستم. پگاه شما را به سود میبرند. آماده شوید. تشکر. سلامت باشید. مبارک شود پای زیلو. به تو باور کرده بودم لیکن مرا فریب دادی. پای زیلو پگاه را آزاد میکنند. همینطور نگاه کرده میستیم. چیکار میکنیم زوزن؟ میکشیم. کشتن لازم که شکایت نکنند. اگر در سود شکایت کند احوالمان بد میشود. خداوندا خودت مرا نگه دار. دیدنی برفین خطیچه و براتم را به من نصیب گردان. سخت بندید. احمق ها باز بر قرارگاه هجوم کرده آدم ها را زخمدار میکنید. من با شما چیکار کنم؟
نجوم کانی تو گوی نه اول دختر را میپرونم نه اول دختر را میپرونم نه اول تو را میپرونم سینان چی شد کچه؟ با من بیا. باز چی گفت؟ سخنانی جناب صبا را فراموش نکن سینان. با دکتر وهامی دست نمیرسونی گفته بود. بچه ها هر دویش را برید. اطاعت کنید. برید آنها را از اینجا دور کنید. خز از جویا. خز لباسش را ده. لباسهای خودش را ده. لباسش را دزدیدن. برید آنها را. برید. زود باش پدر بیشته دخترم خواهیش میکنم مرا از دخترم جدا نکنه دخترم راگرد اجایت نجوم دختر میگویم بیا گوش کن آنها مکانمان را میدانند رفته به سربازان خبر میدهند یک نفر را گرفته معلمه را به قرارگاه وادی خوری صد برده با آنها سپار بعد به مکان خرسنگ ها بیا زود بیرو تو با من میروی او را بردار کچم ما از پس کارمان میشویم با من بیا فهمو زود باشید اما از پس کارتان شوید گیرید باشید زینب دخترم زودتر زودتر باش میگویم اکو نه تو کم کن روگر زودتر روگر میبره های فرهاد تو در اینجا چیکار میکنی؟ بلاهای وزری پدرت آوردن کافی نیست مگر کنی به خونه رو نه آمد ما رو مجبور نکنید من بدریه رو گرفته میروم فاضل او میآید من به خونه بر نمیگردم صاحبان دختر از همه چیز آگاه شدن تو باشی در اینجا انتظار میشوم میگویی قهرم رو نوار راگر فرهاد میروی پدرت رو انتظارت راگر آنها کجا شدن زلیخا؟ راگر فرهاد تو با کجا رفتی احمد؟ قربانت شوم خلیل نزن پسرکم خلیل در پسی داری مردم چکار میکنی؟ در پسی داری مردم چکار میکنی؟ سری یگانه هم هستی به خودت رحم نکنی به پدر و مادرت رحم خیلی مرا هم فهمید پدر مجبورم نکنید من بدریه رو دوست میدارم سری ده خودم تو خودتی هستی که مقابل موسی میبرای از ریحانه برآمده تو را میکشد الله که به خانه آمده گفتن که از دخترشان دور شوی این بعد دختر صاحب دارد امروز یا فردا خانه دار میشود او را به کی دادن پدر به کی دادن اگر بدریه نصیبم نباشد من را هم کشید پدر او را از یادت برای پسرم او را به تو نمیدهند خلی چرا گیر گناه از داخل ناموس خانه همان حساب میشود نه پدر من ینگه هم رو نمیگیرم تنها مرده هم رو میتواند با اونی کار کنه فرهاد زود باش رفته پسرانت را با از پا گرفته بیار پسرم دیوانه شده است حوزی رکا از اینجا روید دیگر بر نگرده روید زینبم را نجات داده نتوانستیم شبی خانه آباده دخترم بود این چی کار است از روی انصاف است مگر چهل دعوا بودنش را هیچ نفهمیدم از ما چی میخواهند آنها کردند من هم کردم چرا با ما خیانت میکنند جوانان را فریب میدهند
خانه های آباد را ویران میکنند و زوری آدمان را میبرند، باج و قیرات میگندارند، شکنجه میدهند. آنها انسان نیستند. ظالمند آنها. خدا جزایشان را دهد. ظالمان خدا نادر. بدریا بدریا خدا جان رو هم گذار. آقای امیری زودتر یاری ده. توی دم زودتر باش. زودتر یاری ده. فرار پیسرم فرار. زودتر. ای خدای خیلی جوان بوده است، چرا خودش آویخته باشد؟ این نفس بکشد توی. بازور زود رو به نقطه تیبی بردن در کار. کار حل است. در اولین فرصت او را به آن دنیا میفرستم. با دقت باش ایتین، هیچ کس نفهمد. سرمون رو در بلا نگذار. پروا نکن زوزن، هیچ کس نمیفهمد. شما را کشتنی اند پای زیلون. چی؟ خداوند تو به من یاری کن. دیداری فرزندانم رو به من نصیب کرد. راه گرد زودتر. کنی از جایت خیز مرا به خاطر بیار برفین. من تو رو نجات داده بودم، طاهر هم تو رو نجات داده بود. به خاطر بیار برفین. مرا رها کن، به خانه همون روم برفین. خیز نغمه نکن. خیز از جایت خیز. وقتی گریختم او را پروندم میگویی مرا رها کن برفین. بده همون به هزینام زدم برگردم. چرا خود سرم را گرنگ نکن. خیز گفتم خیز. خیز از جایت نغمه برام نکن. رو بردار. خیز از جایت راه گرد. راه گرد زودتر. عصبهایش تماما خراب شده است. با او داروی آرام کننده میگذارونیم. دیلو با من ده. زیق نشوید. انشالله برمیگردد. زینب رو دیده توانستید؟ بله، اما خیلی کم. چینی لیکن میدونید که به زینب هیچ ضرری نمیرسونند. البته اگر میخواستند بر وقت زینب رو میکشتند. او رو پنهان میکنند با مانند مادرم و مثل بابایم. ما رو از نزدیکانمان جدا میسازند. خدا میداند که آنها رو به کجا میبرند. بله همین خیلی است. با کدام وادی با کدام غار بردنشان رو تنها خدا میداند. کنی به من چای ریز. او را به جای گفتم بردید؟ بردم سینان. پروا نکنید. او در جای باوریناک است. در دست آدمانی خودمان. آفرین، کاری خوب کردی. اکنون رفته استراحت کن. مایلش سینان. کیچه؟ با تو چی شده است؟ چند وقت باز تبت خیره است؟ اگر یگون درد داشته باشی بگوی. درد در نزین هیچ از نشده. گپ زن. سینان قماندان، جای ملاقات معلوم شد.
ملاقات کی می شود؟ پس از 2 ساعت در نزدیکی دهه آبی کلان. فهمو دوستم، در ساعتی گفتت همانجا می شویم که ما لبسینم بر رفیقمان خوراک ده، شکمش را سیر کن. رو دوستم، یگان چیز خور. بیا با من برو. با خودو خیلی دشوار است. چطور او رو نجات میدهی؟ اگر پدرت میدهم گوید هیچ کار کرده نمیتوانی. بله راست میگویی. بدریه رو به حال خود نمیگذارم. دادری بیمارم باشد یک بلای دیگر است. علاج دیگر نیست مجده. مبلغ یافتنم لازم. کچا نترسید، هیچ گپ نیست. کچا در نزدیکی دهه آبی کلان با میانه را وا میخوری. انداز را گرفته میاری. خودم تنها میروم؟ بله خودت تنها میروی. فهماسینم در حال میروم. رو مجده، از پس کچا رو. از کارهایش مرا خبردار میکنی، وگرنه سرت را از تن جدا میکنم. فهمیدم سینه. بیرو. آقای طاهر، چی حال داری شیر بچه؟ تشکر. گولیم کمی درد میکند. من در کجایم؟ در نقطه طبی دهه آبی کلان. پدرم همین جویند؟ نه، من تو رو یافتم. قریب هلاک میشدیم. چرا خسته جانت رو کردی؟ تو چی نام داری؟ فرهاد. چی درد داری فرهاد؟ یک دختر رو دوست می‌دارم اکا. پدرم پول قلیل رو داده نتوانستند. اکام باشد به قریبی وفات کرد. ینگم تنها موندم. پدرم مجبورن مرا به ینگم خانه‌دار کردن خواستند. مگر عاشق برای معشوقش خودش رو به دور می‌آویزد فرهاد؟ مرا به ینگ خدیجه خانه‌دار کردنیم. خدیجه از دهه ورگینیز بوده؟ خدیجه دختری خالای زیلال؟ بله همون خدیجه. شما او رو میشناسید؟ میشناسم. پدرت رو از نزدم گرفته برد. نه همه کم درسون رو بود. خدیجه حالا در کجاست؟ مرحمت. او را یافتید؟ نه اکا، در یگان جای نیست. خانه دختر را دیدید؟ بله، دختری موسی در خانه‌اش است. ایداد باشد او از دیه بیرون رفته است. زود به 4 گروه تقسیم می‌شویم. اما تاریک نشده او را یافتن لازم. رفته. خلیل صبر کن بچه رو مجبور نکن، عذاب نده. درست میگویی، لیکن اول او را یافتن لازم. تو رفته خدیجه را از عاقل برار، ما باشیم رفته پسرمان را میاریم. امشب حتما باید نکاح کنیم. واه پسرم، واه سرت را در بلا ماندن پسرم. خاله جان چی گپ شد؟ اینقدر مغال برای چی بود؟ فرهاد گریخت. خودم را میکشم گفته گریخت. خلیل و درسون به جستجویش رفتند. وقتی که او را یافته آوردند هر دویتان را نکاح میکنند. چی؟ نکاح میکنند؟ خاله جان شما چی ها میگویید؟ نکنید گناه هست آخه. من به این راضی نمیشم. فهمیدید؟ میرم و راضی نمیشم. بیهوده کوشش نکنید. دخترم من چیکار کنم؟ خلیل و درسون از گپشان نمیگردند. از دستی من باشد هیچ چیز نمیآید. خاله جان مرا رها کنید روان. کسی نیست. فرهاد تنها با این راه نجات مییابد. جوان مرد شده است. گفته‌اش رو میکند. ما رو خانه دار نکنید. به خدا خودش رو میکشد. مرا رها کنید تا هر دویمان هم نجات یابیم. قربانتون شوم خاله جان، رهایم کنید.
اینجا چی کار میکنن؟ خدا باید به دهه آبی کلون میرفت. برفین تو در اینجا چیکار میکنی؟ برفین خواهش میکنم با من گوش کن. برفین برفین با کجا میروی؟ مادرم برای تو شده به حبس خانه افتاد. او رو گم کردم. آنا با تو میمیری. حالا تو مرا مسخره میکنی؟ خدایا به من کمک کن، مرا خلاص کن. پیش از دیداری فرزندانم جانم را نگیر. اما کیسه کو چی شد خدیجه؟ مرا نجات دید. اما کیسه کو خسرو مرا با فرهاد خانه دار کردن میخواهد. میگم رو شنیده بودم، لیکن از دست من چی میآید؟ خواهش میکنم اما کیسه کو قربانتان شوم، مرا پنهان در کنید. کجا پنهان کنم؟ تو دیوانه شده ای و چرا برازی مادرت نرفت؟ مادرم نیستند اما در این سن و سال به حبس خانه افتادند. زلال در حبس خانه است؟ خدیجه به تو چی شد؟ وای من اکنون چی کار میکنم؟ فرهاد، خداوند خودکشی را منع کرده است. غیر از این برای از دشواری های حیات گریختن نباید در این مرگ را کوبی. باید بر ضد دشواری ها مبارزه بری. بین نامزدی من نیز در دست سلاحداران است. من هم خون خورده ایستادم، لیکن باز هم سر فرو آورده برای دوست داشتم مبارزه میبرم. من انگشترین رو دیده گمان کردم که شما با همشیره. نه، دیلو تنها دوست و رفیقم است. مادر جان کیچم مادر قربانت شود دخترم. پدرم در خانه نیست، بگاهی بر میگردد. به خانه درو برایت خوراک بیارم. نه مادر جان میروم. شما با من گویید با بدره چیکار کردن میخواهند؟ چی میشد؟ پدرت یک روی میکند که وقتی صدری رسیده است او رو خانه دار میکنم میگوید، لیکن سری معیوب ما رو کی میگیرد؟ پدرت میخواهد بدری رو به ثروتمندی داده با پولی گرفتش صدری رو خانه دار کند. بدری به این راضی نیست مادر جان. شاید او دوست داشته باشه. او مگر دوست داشته دارد؟ تو میدونی؟ اوه مادر، حیاتی او رو نیز میسوزانید. ماند با جوانی خواستش خوشبخت شد. پدرم اومدند. گریز دخترم، گریز. احیا در کجایی؟ آخه در کجا میگردی؟ چی گپ؟ چرا داد میزنید؟ برای چی این درک شده است؟ گوسفندان نگریزند. دیلو، ما به دهه وارگی نیز میرویم. فرهاد قول داد که من بعد همه مشکلی ها را تحمل میکند. اکا من با پدر بدریه گپ نمیزنم.
گفتم که من گپ میزنم. خیلی خرسند شدم. انشالله به دوست داشتت میرسی. سلامت باشید اپا. انشالله. اکا تویر با پدرم چی میگوییم؟ نترس. من با اهل اویلاتون گفتگو میکنم. رفتیم. با دقت باشید آقای طاهر. کنی رو گرد فرهاد. آقای دکتر او همه که زکا است. یاریده آقای دکتر. با خدیجه چی شده سمت زکا؟ نمیدونم. یک بار از هوش رفت. اویسته. بیایید دفعه جو. با اپای خدیجه چی شده است؟ نمیدونم خواهر. برای یاری خواستم به نزدم آمده بود، ناگاه از هوش رفت. منم خواطر شده به نزد دکتر آوردم. کاری خوب کردید اما که زکو. برو به کجا آوردید؟ اینجا کجاست؟ نترسید اپای خدیجه، این نقطه طبی است. آقای دکتر التماس مرا پنهان کنید. مالش پنهان میکنم. پنهان کنید منو. لیکن اول شما رو معاینه کردن امروزی. من خوبم، من بیمار نیستم. فرهاد با شما چی شد ینگه؟ خوب هستید؟ من خوبم. تو در اینجا چی میکوبی؟ همه دیوانه وار تو رو میکوبن. همه رو خواطر کردی. اما که دوستونا دیوانه شد. زود به دیها برگرد فرهاد. اپای خدیجه راست میگوید. شما فرهاد رو به دیهاشون برید اما که زکو. مایلش آقای دکتر. لیکن قول دادم فرهاد که به تو کمک میکنم. لیکن اول باید اپای خدیجه رو معاینه کنم. اکنون شما رو مایلش. بیا رفتیم. بیا. از برای خدا در اینجا بودنم رو با کسی نگوید. التماس میکنم. نگوید. مایلش نمیگویم. خواطر نشوید ینگه. خیلی. مرا زود پنهان کنید. مایلش شتاب نکنید. اول شما رو معاینه کردن امروزی اپای خدیجه. من خوبم، خیلی خوبم. شما رو بیهوش به اینجا آوردن اپای خدیجه. میدونم اما مهم نیست. از کجا میدونید که مهم نیست؟ من حامله دارم. حامله دار بودند. با این احوال بود شما رو با فرهاد خانه دار کردن ینده؟ با کسی گفته نتوانستم. آن خونه میدونند. تو برگشتن خلای زلال باید اپای خدیجه رو پنهان کنیم دیلو. در خانه ما میستند. تو اپای خدیجه رو بر. من باشم یکان چورا جسته به فرهاد کمک میکنم. بیایید رویم اپای خدیجه. رفتیم. رویتان رو محکم کنید اپای خدیجه. مایلش شد. همین خیلی. چه حال داری دیلا؟ خوبم قیزبان. تو چی مهمان داری؟ بله مهمان دارم. خوش آمدید اپا. از کجایید؟ تو نمیشناسی. از یک جای دور. من گویا ای را در کجای دیدم، لیکن من خاطر نمیارم. تو رفته مرا در بیرون انتظار شد. گنگ است، گپ زدن نمیتواند. عجب چرا رویش را پوشانده باشد؟ کمی بیمار است. برای معاینه به نزد آقای طاهر اومده است. بیماریش چی است؟ خیزبان بیزار کردی. نمیبینی بیچاره زن بیمار است. در پایش ایستاده نمیتواند. خیر رو وقتی ما رو نگیر. شد فهمیدم. در اینجا فقط نمیمد ها. کجا شدی؟ چند ساعت شد انتظارم. عذر میخواهم، یک کار بر اومده بود، برای همین دیر کردم.
همین است؟ بله. خب سلامت باش. خیر خدا نگهبان. تشکر. تو را نجات میدیم بدریه. تو نباید مثل من شوی. در نبودن بابا ابراهیم مردم تنها سخن شما را گوش میکنند. با حضور اپای خدیجه آقای خلیل صحبت کرده او را نجات دادن در کار. بیچاره در حالت ناگوار است. گوش کن طاهر، زلال دشمن جانی من است و دشمن جانی هم کمک کرده خودم را شرمنده نمیکنم. هم خالای زلال هم اپای خدیجه زن هستند، بی سرپناهند، گناه است و خیر. شد دکتر فهمیدیم. بگذار چی کار میخواهند کردن گرند. تو دخالت نکن. غم و اندوهی دخترانمان به خودمان کافی است. از آنها به ما چه فایده؟ پدر جان. آیشه دخترم. امک جان. دخترم. مادر جان. شادم که شما رو ببینم. آیشه اومد. خدا رو شکر کنم. آیشه جان. ایستید دختر رو ناراحت نکنید. تنشین. خوش آمدید اپا. آیشه خوش آمدید. خوش باشید آقای طاهر. آیشه چه حال داری دخترم؟ خائنان به تو یگان ضرر نرسوندن؟ نه پدر خدا رو شکر خوبم. اما اپای زینب در دستشون. او را چطور بردند امک؟ زینب رو دیدی؟ او را آورده من را رها کردند. حالش خوب بود دخترم. به زینب ضرر نرسوندم. در کجا نگاه داشتن چرا نمیدونی؟ نه امک نمیدونم. مادرم. اپای زینب. آیشه. اپای زینب. این طرف کار آیشه. برفین. چه خیلی برفین؟ چرا ایستاده؟ چشمانش رو بنده. او را با قریبی چشمانم رو بسته من رو هم به آنجا بردند. وقتی اومدنم نیست چشمانم بسته بود. بعد آورده در نزد ده چشمانم رو کشاده رهایم کردند. در کجا بودنی زینب رو با ما گفته نمیتونم؟ متاسفانه ده آقای طاهر. جای خیلی تاریک و از اینجا دور بود. فقط همین رو میدونم. بزنید فرهاد کجاست؟ در نزدیکی زمینمون اسبش رو دیدیم اما فرهاد نبود. این ابله کجا رفته باشد؟ اکنون چیکار میکنیم دوستان؟ آقا صبر کنید، آرام شوید. فرهاد خدا تو رو دست گیر. این دفعه راهی گریز نداری. با خدیجه خانه دار میشوی. پس از رفتن شما خواستم خدیجه رو به خانه بیارم. رفتم بینم که دختر نیست، گریخته رفته است. تو چی میگویی؟ ای خدا، های فرما، دختر را صاحبی کرده نتوانسته. مرحمت گیرید. تو را میفهمم دکتر، لیکن مادام خلیل پول داده نمیتواند، من هم دخترم را نمیدم. در این 10 روزمون برای دختر پول میگیرند. به من فرق ندارد. هر چیزی از پدر و بابایانمان آموختیم، همه آن را میکنیم. فهمو، لیکن در باره خوشبختی دو نوجوان میرود. هر دویشان هم یکدیگر رو دوست میدارند. مونید هر دو خوشبخت شوند. گوش کن دکتر، مهر و محبت همه وقت میشود، برای آنها شده. من عرف و عادتهایمان را پایمال نمیکنم. خفه نشو. پول خلیل را بیارند، دخترم را گرفته برند. حق هستید. من هم بیهوده با اینجا اومدم.
کسی پول رو بیاره دختر رو میبرد. محبت و خوشبختی با کی لازم؟ چی گپ شد اکای دختر؟ پدری بدریا بسیار انسان یکرو است. او برای دخترش پول زیاد میخواهد. مصاب گپی کسی گوش نمیکند. او را راضی کردن دشوار است. متاسفانه انسان یکرو است. او را راضی کردن نتوانستم. از اول معلوم بود اکا این فرهاد گپ رو نمیفهمد. آقای خلیل، مگر شما برای پسرتون آن پول رو یافتن نمیتوانید؟ نه پسرم، من آنقدر پول را از کجا میابم؟ پول ندارم. من گفته بودم دیگر علاج نیست. تشکر دکتر که به اینجا آمده به ما کمک رساندی. کاش از دستم یگان کار میآمد. اگر به گپم گوش میکرد هیچ واقعی نمیشد. خدیجه را میگرفت هممون آسوده زندگی میکردیم. خدیجه با این احوالش به کجا میرود؟ اگر او را یابم فوراً آنها را خانه‌دار میکنم. دیگر چاره ندارم. این کار رو نکنید آقای خلیل. هر دوشون هم نمیخواهند. عاقبتش خوب نمیشود. این سخنی آخرینم است. فرهاد، این را از خاطر نبرای. وگرنه من برای آدم‌ها چطور نگاه میکنم؟ برای همین چاره دیگری نداری. مرا فهمیدی؟ با اجازت شما. عاقبت این کار چی میشده باشد؟ این خانه دار چیزی رو حل کردن نمیتونه. با این کار دخالت نکن دکتر. با این طرفش کاری تو نباشد. خود مددگارت بود فرهاد. این حال از دستم کاری دیگری نمی آید. سلامت باشید تو. این آدم یگان مقصد دارد. شاید خدیجه را او پنهان کرده است. شاید دختر در دهه آبی کلان است. نه، خدیجه در آنجا نیست. دمت را گیر. ما را بسیار سرگردان کردی. آماده شوید. به دهه آبی کلان می رویم. خوب شده است. پهلوانی پدر. خیز پسرم. پروا نکن پسرم. کمی دیگر. کنی؟ خیز. آفرین. آفرین پسرم. آفرین. این خلیل عقلش را خورده است. جوانند. همدیگر را دوست می‌دارم میگوید. رفته به بدریگوی. پایش را از خانه بیرون نگذارد. این شرمندگی را بین. خوب کن پسرم. جایت خوب است؟ ناراحت نشدی؟ خوبم پدر، تشویش نکشید. آفرین پسرم. حالا میبینی پدر چطور تو را آیله دار میکند. شیر بچه‌ی پدر، پهلوانی پدر. خوب هستی پسرم؟ جایت خوب است؟ چی؟ تو در اینجا چکار میکنی؟ چرا به اینجا آمدی؟ خانمانسوز! پدر، التماس این کارو نکنید. حیاتی بدریه رو نیز نسوزانید. برایتان پول آوردم. هر قدر لازم باشد گیرید، لیکن ماند با دلدادش خانه‌دار شود. او را هنوز من به پول حرامی تو محتاج نیستم. دفع شو از اینجا. رو از پیشم. تو را دیدن نمیخواهم. زود رفته به سینا خبر دادم نوزی. من فرزند ندارم. دفع شو میگویم. حالا همین طور بدریه رو میفروشید. دمت را گیر. گفچه این چه خیلی گپ است. رو از اینجا. دیگر تو را دیدن نمیخواهم. گفچه دخترم نه دخترم نه. مرحمت. نان را ده. گیر. دری حمام را کشودیم.
زنی زود کارش رو تمام کنید. خاموش، از من خلاصی نداری. میمیری. سر دهید. هر دوی آنها را برید. را گردید. آماده شوید، می رویم. شما را به سود می فرستیم. سلامت باش دخترم. چرا این کار رو کردی؟ اول به من دام گذاشتی، بعد نجاتم دادی. شوهرتون سلیمان مرا نجات داده بود. از او قرضدار بودم. برای همین اگر شوهرتون رو دیدید به او گویید. سلیمان در حقیقت زنده است؟ بله زنده است. بله زنده است پایزن. اگر سلیمان در حقیقت زنده باشد، البته روزی آمده فرزندانش رو میبیند. خدایا اکنون من چیکار کنم؟ چه گپ شد وجده؟ از تو میپرسم، گپ زن، زبانت را خوردی. از تو میپرسم وجده، چه گپ شد؟ گپ زن هنگوی گبزان کیچه فریب کرد. چه گفتی؟ پولی تشکیلات رو برده به پدرش داد. تو چه گفتی؟ کیچه رزیل روان پیشم، رو گفتم. Yeter ağlattın beni. آب. چی گفتی؟ اینجا مهمانخانه است. آب نیست، تا خط کن. من گناه ندارم آقای سودیه. من کسی را نکشتم، مال کسی را ندزدیدم. برای برفین رفته بودم. دشمنی خونی هم دخترم را گرفتن میخواست. وقتی گریختن دخترم به دستی سیله‌داران افتاد. بیچاره چیکار کردنش را نمیداند. گریخته نمیتواند. من باشم برای خلاص کردنش به کوه برآمده. رفته دیدم که دخترم فراموش خاطر شده است. به او در آنجا هر خیل داروها میدهند. بچه ها کی چای می نوشن؟ تمام رئیس. مجده خیز با جستجوی کچه می رویم. هر دویمون؟ بله هر دویمون. چی باز همه را بردنی بوده؟ خیز به من نگاه کن مجده. اگر در این باره به کسی گویی نمیگویم سینون. کچه پلید، کچه رزیل، نباید این کار را میکردی. بله او حتی مرا نمیشناخت. اطرافش پر از ظالمان و خائنان بودند. هر قدر کوشش نمودم لیکن دخترم را نجات داده نتوانستم. کنی شما بگویید آقای سودیه، من مادرش باید چیکار میکردم؟ چه خیلی رفتار میکردم؟ دخترم در دست سیله‌داران، من چطور در خانه می نشستم؟ گرچند مراد حاصل نشد، دخترم را آورده نتوانستم. حالا برای در اینجا بودنم گریه کنم یا برای دختری بیچارم؟ نمیدانم. شما گویید، هر چیزی گویید من راضیم. قرار مبارک شود خانم. تشکر پسرم. خدا از تو راضی باشد. خدا را شکر که نجات یافتم. بیگناهان رو در اینجا نگاه نمی‌دارم. با من مناسبتی خوب نمودید. خداوند از همه‌تون راضی باشد. توی سفید. تشکر.
خدایا تو را شکر میگویم. بدیهم خانم نزد فرزندانم بر میگردم. آقای طاهر بخیر است دیلو، چی واقع شد؟ خیش و اقربای آقای خلیل به دیه همان آمدن. اپای خدیجه را میجویند. پروا نکن، نمیوبند. آقای خلیل شما را حرمت میکنند رئیس. گفتند که رئیس به شما کمک میکند، التماس کمک کنید. من هم آقای خلیل را حرمت میکنم، اما در کجا بودن این خدیجه را نمیدانم. یک وقتها در همین جایها بود. بعد از مرگ شوهرش او را ندیدم. اگر در کجا بودنش را فهمیدید، ما در همین جاییم. خواطر نشوید، خودم شما را میابم. خیر تا بازی. پدر چی میخواهند؟ باید همه چیز رو دانی. کارت چی؟ خیلی جوز پدر، به من هم گوید. از دو سر من میفهمم. خدیجه دختر زلال با برادر شوهرش خانه‌دار نمیشون گفته گریخته. در همه جا او را میکوبند، در هیچ کجا نیست. شبهه دارند که در دهه خودمان پنهان شده است. اکنون فهمیده آرام شدی؟ باز چی شد کذبان؟ من گفتم که به من شناس می نماید. من او را شناختم. کی رو شناختی؟ چی گفتی؟ چرا با خودگاه بزنی؟ کاری کم زن؟ پدر من در کجا بودنی خدیجه را میدانم. ها مادر، این پولها را به دوست داشته بدریه دهید. مادام پدرم پولها را قبول نمی کنند، آن جوان گرفته از نام خودش بیارد. با این را مسئله حل می شود. قربانت شوم. دیگر به کوه نبرو، اینجا مون. مادر جان از این راه برگشته نمی شود. بفایده مرا انتظار نشوید. چرا به کوه برآمدی کیجا؟ چرا در وقتش مرا گوش نکردی؟ راست میگوید مادر جان، کاش شما نیز مرا به دوست داشته میدادید. حالا همراه شوهر و فرزندانم در خانه هم میشدم. رفتید او را نیافتید؟ در گرد و اطراف نیست پدر. کسی خدیجه را ندیده است. گفتم که نیست. بیاید به ده برگردیم. فرهاد درست میگوید پدر. خیر مایلش، بیاید میرویم. چو درسون یکدم صبر کن. گردنت صبر کن. ایست. تو را گفتم میگشتم. چی گپ شد؟ خدیجه را یافتید؟ البته یافتم. او را دکتر پنهان کرده است. به نقطه تیبی رفته جزاش را ده. بیاید زود با اونجا میرویم. راه گردید. برای کار. چو روید، زودتر روید. سریع دیگرتون رو خورید. دکتر چی میخواهید؟ خدیجه در کجاست دکتر؟ اپای خدیجه در جای در کوریش رفته خوابید. در درون کسی نیست پدر. ما را مجبور نکن دکتر. خدیجه را پنهان کردن را میدانیم. گپزنو کجاست؟ مادام میدونید کفته یابید. این چه خیل گپزنی است دکتر؟ همشیره خدیجه در کجاست؟ پنهان نکن. ایستید. من اپای خدیجه رو پنهان کردم. خدیجه کجاست؟ ایستید شد کافیست. کارتون خوب نیست. حق ندارید که اپای خدیجه رو مجبورم خانه دار کنید. عادتم را تو به ما میآموزانی. من با عادتهایتون کار ندارم، اما نمیخواهم که دختری بیکس و تنها رو اذیت دهید. اپای خدیجه رو با شما نمیدهم. میدهی؟ نمیدهم. وگرنه چی درسون؟ چی میخوایی؟ ابله کلنگ رو زر میکنی؟ بپرانی ها؟ شما دخالت نکنید بیشگی ها. این جوانی در نظر بوده دامادی من است، میفهمی؟ بده همان آمده با ما تهدید میکنه. کنی دفع شوید. روید از اینجا. بیایید میروید.
خوب هستی داماد؟ شما از کجا خبردار شدید؟ من رفته خبر دادم. سلامت باشید. مرا نجات دادید، لیکن آنها با شما دشمن شدند. خلیل که بدنی بیشاگی ها را خوب میداند. اگر آتش شوند سری خودشون را میسوزند. یعنی از بیشاگی ها ترسیدید ها؟ جناب من اونجا نبودم، درسون رفته بود. جناب من جنجال کردن نخواستم، از گپی اکم برآمدن نخواستم. حالا خطیچه در دهه آبی کلان است؟ همانجا جناب. دکتر خودش گفت او را نمیدیم میگوید. جناب دکتر به دستم افتاده بود، او را به نشان گرفته بودم، اما بیشاگی ها او را حمایه نمودند. از روی گفتهشان دکتر دامادشان بوده است. داماد بیاروس؟ خلیل لبا جناب. اینجا بیا. امر نمایید جناب. نشین. خطیچه رو از دستش گرفتن میخواهی؟ همینطور؟ بله او ناموس آن حساب می شود جناب. نمیخواهم به او یگان چیز شود. فرهاد را به مانند یک کش به تشکیلات میدی؟ میدهم جناب. به خاطر ناموسم او را هم میدهم. اینطور باشد خطیچه با پایهای خودش به خانه‌ات میرود. حامد او چه خیلی چوپان است. پس از بردن مالها عاقل را تازه نمیکنه. اولیش من با اون میگویم. آقای حامد! ها آقای حامد! لبای اینش باز که باشد. هنی یک رفته بینم که باشد. به فکرم از آدمون سبا است. هنی رو چی میخواه؟ حاضی من رفته میفهمم اکر. حاضی السلام علیکم. و علیکم السلام. جناب سبا به شما سلام گفتند. تشکیلات به جناب خبر داده است که اگر شما دختر زلال را ندهید آنها زینب را به قتل میرسونند. فهمیدید؟ چی شد حامد؟ بخیر است؟ یک دمی صدقه. نرم دخترم، ما رو پرداخته نرم. هر باری که میویم همین خیل میکنید مادر جان. اکنون روید مادر جان. نرم دخترم، نرم. پلها در کجا هم کجا؟ اندازه گرفته در کجا هم کجا؟ چی شد؟ هیچ. آقای حامد سلام. آرام شوید آقای حامد. به دلتون ضرر دارد. آرام شوید. اگر خطیچه را به خسورش ندهیم تشکیلات زینب را به قتل میرساند. پسرم کی این گپ را گفت؟ تشکیلات به سبا خبر فرستاده است و یکی از آدمانش را به نزد من فرستاد. من دیگر علاج ندارم. متاسفانه. به خونه امکی خلیل میروم. پلها در کجایم کچه؟ گفتم کچینم. پلها را افتاندم. آز رفته میارم. مجده او راست میگوید. گپ زن مجده. سخنانی به من گفتد را به کچم گوی. گپ زن گفتم.
او راست میگوید؟ بله راست میگوید. تو این رو افتاندی دخترم. نباید این کارو میکردی کچه. نباید این کارو میکردی. بیشوگی و دشمنی خونی همون میبوشند. آنها این کار رو با من نمیکردن. راست میگوید اپای خدیجه. من نه برای مردن زینب بلکه برای زیق نشدن شما میرم. اپای خدیجه چرا به خاطر من شده این کارو میکند؟ چه؟ اپای خدیجه چه؟ برو گیره آگر زود آگر نمیم شما با این گفت چی گفتنی بودید اپای خدیجه؟ آگر من حالا با تو نشان میدم. اپای خدیجه الحكومة صايرة عم تساعد الأكراد وهذا الشيء عم يضرنا كتير. أنا سمعت أنه رح يخدموا كل ضياع الأكراد. يا جماعة نحن لازم نتحرك بسرعة، يا إما أكيد رح نخسر كل سكان هالمناطق. المعلم عم يحكي صح. إذا الأكراد اتطوروا وتعلموا أكيد ما عاد يسمعوا كلمتنا، وهذا الشيء خطير. أصلاً من هلأ في البعض منهم عم بحارب التنظيم تبعنا، فكيف إذا بكرة صار يجيهم الدعم من الحكومة؟ لازم نعرقل هالمخطط. خلص ولا يهمكن، الحل عندي. يعني ببساطة نشغل الحكومة بشي تاني. يعني مثلا نختار شي شخصية كبيرة بهالبلد، أو إذا بدكن منزيد من العمليات الإرهابية بالمدن، وهيك بقى بنخلق حالة من التوتر بالبلد كله، والحكومة بتلتهى بحل هالمصايب، ونحن هيك بنكسب وقت أكبر. ما هيك؟ يعني أنا شايف إنه الوقت كتير مناسب لنبلش نشتغل على الأتراك بالبلد ونحسسهم إنه الأكراد هنن أعدائهم. ممتاز. وهيك بقى منعرقل خطة الحكومة، أو بالأحرى منشل تفكيرها لمدة محددة. أنتو كلكم تتذكروا هالعمليات الانتحارية اللي كانوا رجالنا ينفذوها بالمدن الكبيرة وتأثيرها على المنطقة كلها، مو بس على بلدنا. أنا شايف أنه الأحسن تكون هاي العمليات كتير مركزة، يعني تستهدف أماكن حساسة بالبلد مثل الوزارات أو السفارات أو حتى القواعد العسكرية، وأهم شيء أنه يروح عدد كبير من الناس بهالعمليات. هلأ الشغلة المنيحة أنه نحن عنا رجال منتشرين بكل هاي الأراني اللي حكيت عنها، بس في مشكلة صغيرة عم بتواجهنا. هاي العمليات بحاجة لأسلحة أحدث وأقوى، ونحن ما عنا هالشي. ايه هي محلولة، لأنه بعد كم يوم رح ندخل شحنة جديدة من الأسلحة على البلد، وأنتم بتتولوا مهمة توزيع هالأسلحة على رجالنا، ماشي؟ وخاصة يلي موجودين بالأماكن الهامة، وهيك منكون حققنا هدفنا وخلينا الحكومة تنشغل عن خطتها بتسوية وضع الأكراد. وأنا شايف أنه هذا أنسب وقت لنبلش بحركتنا الثانية. لازم نفهم الأتراك أنه الأكراد بهالبلد بيكرهوهم وبيعتبروهم أعداء، والمفروض أنه هن كمان ينظروا لهم بنفس الطريقة ويردوا عليهم بالقوة والحرب، مو بالحكي. بس هالشغلة كتير صعبة، لأنه مثل ما بتعرف أغلب الأتراك متعلمين ومو سهل إنه نضحك عليهم. وبصراحة أنا متخوفة من هالعملية. حاولنا مع الأتراك قبل بمرة وما نجحنا، خايفة إنه هالمرة كمان يصير معنا نفس الشي. نحن هديك المرة فشلنا معهم لأنه حاولنا معهم بطريقة غلط، يعني كان لازم نبعدهم عن بعض ونكسب العالم المهمين منهم لصفنا، وهدول بقى بيكملوا الباقي عنا وبيجروا يلي أدنى منهم. هلأ السؤال إنه كيف بدنا نكسب هدول العالم؟ هاي الشغلة بقى من اختصاصي. يعني لحتى نكسبهم لصفنا لازم نشتريهم. طبعا نحن جاهزين لندفع أي ثمن هن بيطلبوه، يعني المصاري مانا مشكلة، المهم عنا إنه نوصل معهم للي بدنا إياه. اللي مخوفني إنه العمليات الانتحارية بآخر فترة ما كانت عم تنجح، والسبب مثل ما كلياتكم تعرفوا إنه العناصر اللي موجودين عنا لسه مالهم مستعدين ليقوموا بهيك عمليات. ولهيك أنا بقترح إنه نستعين برجال من برات البلد لحتى يقوموا بهالعمليات، وهيك صار فيني قلكن إنه خطتنا الجديدة رح تنجح 200%. أنا متأكد. هاي الخطة صارت جاهزة،
وبقينا علينا نطبق هالكلام هذا على أرض الواقع ونحصد النتائج. الوضع بهالبلد ما بيناسبنا. ما بدنا تركيا تصير دولة مهمة بالعالم، بس نحن ما راح يصعب علينا شيء إنه نضعفها، مثل ما عملنا بدول البلقان دمرناها، ومثل ما عملنا بالشرق الأوسط جزأناه. وهلأ بقى اجى الدور على تركيا. لازم نخلي الأكراد يطالبوا بدولة لإلهم، ونفهمهم إنه القوة واحدة هي اللي راح تحقق لهم هالشي هاد. أكيد شايفين الحالة اللي وصل لها الشرق الأوسط بعد ما جزأناه. كل شي بدنا إياه عم يصير. ليش لا؟ أصدقائنا بهالمنطقة مضطرين يساعدونا، لأنه ببساطة مصالحنا ومصالحهم صارت مشتركة. نحن بنملك كل شي وفينا نأثر على أي بلد، مو مشكلة. يعني قد ما حاولوا قومونا ما رح يقدروا يوقفوا بوش قوتنا الجبارة. أهم شيء إنه نحن نضل ماشيين على نفس الخطة تبعنا، فرق تسد.